پس رب ما داستان یک پیغمبرش را در قرآن کریم به ما ذکر میکند که داستان حضرت یونس علیه السلام است. دعوت کرد و مردم قبول نکردند. وقتی که الله گفت که ما سرش عذاب نازل میکنم، انتظار امیر نکشید که چه وقت و در کدام وقت سرشان می آید و دستور رب العالمین چه وقت برش است که این مردم را ترک بکنند. اما تو رفت. این مردم وقتی که ابرهای سیاه را دیدن فهمیدن که گپ خراب می شد، کلن به سجده افتیدن. اطفالشان و مالایشان را در دشت بردن و گفتن که یا الله ما توبه کردیم، بازگشتیم. ولی کسی که ارشادش میکند او وجود نداشت، کسی که راهنماییش بکنه او وجود نداشت. وقتی که در کشتی میشیند و کشتی به سقوط مواجه می شود، باید یک نفر انداخته شود تا سبک وزن شود، قرار را مندازد سر جان حضرت یونس مبرد، مندازد سر جان یونس مبرد. این مردم میگه تو خوبترین نفر هستی، نکترین ماستی، تو چرا انداخته شوی؟ هر دفعه که مندازه سرزی که مبرد، باز مردم میگه نه این دفعه صحیح نیست، این دفعه صحیح نیست، نمیخوان کی را بندازن. دیگه دفعه مندازه، باز سرش مندازه و بالاخره باید انداخته شود. بعد نهنگی را میگیرد، اما رب العالمین برش دستور میده که را هضم نکو. اگر یک توش میداد ختم بود. قرآن کریم بر ما چی میگه؟ فلولا کان من المسبحین، اگر از جمله تسبیح کنندگان نمی بود، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، تا به روز قیامت امو قبرش میشد، دیگه هضمش میکرد، من حیث یک لقمه نان از بین میرفت. چرا نجات پیدا کرد؟ به خاطری که تسبیح میگفت. تسبیح چی است؟ تنزیه الله، تنزیه الله از چی؟ از شریک. با الله کسی دیگر را شریک نکنی، در عملت، در فکرت، در قانونش، در نظامش، همش از اوست. یکان بار شما یک ملکیت دارین و کسی سر ملکیتتان دعوا میکند، چه قضورتان میده؟ باور بکنه امی کتابچه بسیار قیمتش کم است، سرزی کسی دعوا بکنه این گپ به کشتن میرسد، بسیار چیزی خرطرک است. مشکل است که انسان برش تسلیم شود که خیر است. الله خالق از این آسمان هاست، از این کائنات است و از ما شما است و هر چی که تو میبینی کلش از الله است. به اراده خودش پیدا کرده است، به قدرت خودش پیدا کرده است، تصرفم از آن اوست و یک بار یک نفر با منانه که کتش شخ میکنه. این نظام کلش از الله است. یک نفر چی میگه؟ برو خدا کنه و شای مردان کنه. لا حول ولا قوة الا بالله. الله قهر میشه. چی میگه مردکه؟ برو خدا فلانه در پشت پناهت باشه. الله قهر میشه. مردکه چی میگی تو؟ یعنی الله ناتوان است، ضعیف است که تو کسی دیگر رکتش یک جای میکنی. او خطا را میبیند، از رگ گردن به تو نزدیکتر است، از مادر و پدر که در سر تو مهربانتر است. پس تو هر روز در نماز امیر میگویی ایاک نعبد و ایاک نستعین. چرا متوجه نیستی؟ چرا دقیق نیستی؟ چرا به غیر الله آواز میکنی؟ چرا تصرف الله را کوچک فکر میکنی؟ پس الله امیر میخوای از تو دقیق شو بری باب. چرا کج میری؟ چرا الله را از خود دور فکر میکنی؟ در حالی که او نحن اقرب الیه من حبل الورید و اذا سألك عبادی عنی فإني قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
ارگاه بندگان مستو پرسان بکنه که پروردگارت چقدر دور است تو بگو نه فانی قریب، برش اعلام بگو که من بسیار برتان نزدیک هستم. نحن اقرب الیه من حبل الورید فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. هر دعای دعا کننده را میپذیرم به شرطی که تنها از ما بخواهد، که ما کسی دیگر را نکند، چخ نکنه کسی دیگر را، زیرا الله متکبر است. الله متکبر است. اذا دعانی فلیستجیبوا لی، بیم باور داشته باشه که عطا او میکند، اجابت را او میکند. ولیؤمنوا بی، باورم بی داشته باشد که در این وضعیتی که هستی تو از خدا فراموش نشدی. این مرض برات جزافی نیامده، این فقر برات جزافی نیامده، این بیکاری هم تو برات نیامده، این بی اولادی هم تو برات نیامده. این مشکلی که تو با او رو برو شدی این تصادفی نیست، بلکه کلش محاسبه دارد، کلش به محاسبه است. فقط مشکل آمد فورا به الله مراجعه کن. رسول ما صلی الله علیه و سلم روز نشسته است، چراغ خاموش شد، گفت انا لله و انا الیه راجعون. حضرت ام المؤمنین برش میگه که یا رسول الله در چراغ گل کردنم بگم انا لله و انا الیه راجعون؟ گفت بله، در عمق یک مصیبت خرد هم به الله مراجعه کن.